چون کمیسیون تخصصی موضوع این رسیدگی به این پرونده خانم امینی هستم، اولا واقعا تسلیت میگم به خانواده‌اش، یک انسانی جان خودش رو از دست داده. ولی ما به عنوان نماینده ملت ایران، چون من نماینده پل‌دختر فقط نیستم، من نماینده همه ملت ایران، مردم ایران، هر موکلی در هر نقطه ایران مشکلی براش وجود بیاد و این منعکس بکنه به ما میتونیم به عنوان مطالبه‌گری حقوق ریاست محترم مجلس موضوع پرونده خانم امینی رو به کمیسیون ما منعکس کرد و درخواست کرد و دستور داد که این دقیقاً مورد رسیدگی بشه و هر جایی حقی حقوقی از کسی ضایع شده این رو رسیدگی و شفاف به ملت بگید. ما چندین جلسه با دستگاه‌های مختلف، چون فرمودید اغتشاشات، چون منشأ این اغتشاشات از اونجا شروع شد، که من اعتقادم این بهانه است موضوعات دیگر. شما موقعی که مأمور پلیس امریکایی سیاه‌پوست رو پا میذاره رو خرخرش، زبانش نیمت میاد بیرون، زیر لاستیک ماشین خفش میکنه، همه دنیا به و چشا واسش میکنن. ولی یک انسانی در فضای فرهنگی که بحث توجیه و ارشاده، یک اتفاقی واسش میفته، به رحمت خدا میره. این رو اینقدر در دنیا بزرگ میکنن که انگار مثلا مأمورین پلیس ایران عمدن، که اگر در مقابل شما بخوایم مقایسه بکنیم اصلا ناچیز نسبتمون، ضمن این که ما در مقابل جان هر انسان خودمون مسئول میدونیم. ما پزشکی قانونی، پلیس کشور، اورژانس کشور، دستگاه‌های مرتبط، گزارش از همه اینها به طور مکتوب، چندین جلسه دعوت کردیم به کمیسیون و شفاف به همراه فیلم و مستندات اینا رو دعوت کردیم. حتی مأمور فرستادیم در بین آنانی که در اون سالن بودن، اونا هم متهمینی بودن که دعوت شده بودن به این سالن، یعنی هیچ موقع قرابتی با نیروی انتظامی ندارن. از اونا سوال کردن تک تکشون چه اتفاقی افتاد. بلکه شاید گلمند هم باشن، اما نسبت به این موضوع آیا شما دیدید که مأموری مثلا ضربی شتمی نسبت به این شخص داشته باشه؟ یا اون 6 نفری که توی اون ون بودن تک تک اینا رو دعوت کردن، ازشون سوال کردن که آیا شما به عنوان متهم که وارد این ون شدید، چون ما فیلم اینو از زمان سوار شدن، بعدش پیاده شدن، بعدش وارد سالن شدن به همراه شهودی که اونجا حضور داشتن، ما گفتیم نکنه در بین فاصله بین جایی که سوار ون شدن تا اون سالن که پیاده شدن، اون 6 نفر رو هم تحقیق و بررسی کردیم که واقعا اتفاقی که مأموری خطایی کرده باشد. شاید بگیم مثلا این بنده خدا در اون فضا ترسیده، مثلا که واسه هر انسانی اتفاق میفته. ضمن اینکه در غربت هم بود، در غربت بوده، مثلا اومده تو اون فضا، شاید مثلا دختر خانمی بوده مثلا ترسیده. ولی یک مورد مستندی، شفاهی، پلیسی، پزشک قانونی، اورژانسی که بیان مطرح بکنن کسی این مورد ضرب مثلا قرار داده، پزشک قانونی بگه یک آثاری از ضرب و شتم روی جسم ایشون بوده. حتی ما اعلام موضع رسمی نکردیم تا زمانی که کالبدگشایی رفت به طور تخصصی، بعد از 2 هفته رسیدگی فنی و تخصصی شد و نظر مکتوب اونا هم گرفتیم، بعد اعلام نظر کردیم. اما اینها بهانه است که دشمنان ملت ایران دارن به کار میگیرن و دسیسه هایی است که به نوعی جوانان ما رو فریب بدن. با تو حقیقت روشن می شود.